امروز آمدم که برایتان شعر بسرایم. بگید همراه کی اومدم؟ حدس بزن. نمیدونی دیگه، نمیدونی همراه کی اومدم. همراه لیانا. آقا یک کف بزن به افتخارش. خیلی خوش آمدی دلبندم. میدونی که من دایره لغات خیلی خیلی خفنی دارم. یعنی من اصلا هر دقیقه که راه میرم شعر میسرایم. حالا تو چی داری رو کنی واسه ما؟ هیچ. عزیز سلام. اول اینکه خدمت همه شما بینندگان گرامی و عزیز، همینطور که ایشون گفت من لیانا هستم و یکی از سخت‌ترین چیزایی که تو زندگی یاد گرفتم یادگیری زبان فارسی بود. جدی میگم. اما در کل دایره‌لغات دل دستم میندازی نه؟ من تخصصم شعر سرودنه. یعنی مقابل من هیچ باری تو کهتن نداری. نظر چیه حرفامون رو داخل رینگ بزنی؟ این کیلو چنده بابا جاناتم؟ چیه فاز تایسون گرفتی واسه ما رینگ؟ ایزا دو تا آدم خیلی با کلاس و تحصیل کردیم نشستیم شعر بسراییم. خیلی خب با چی میخوای شروع کنیم؟ این حروفایی که رو تصویر میاد یه دونشون انتخاب کن که من چیز کنم، با اون برایت شعر بسرم، هر چی دوست داری. خیلی خب نیاز نیست که به حروف نگاه کنم. با الف شروع کن. ساده است. با الف شروع کن. بریم تو کارش. میگه که اغلب کسان که پرده همت دریده اند در کودکی محبت مادر ندیدند. آره در گوشه امید چون نظارگان ماه چشم طلب بران همه ابرو نهاده ای. ماه را دیدم و ناگه به خود دیدم، من کجایم بدون تو سعدیا مرد نکونام که بود. این اصلا شعر نبود. کی گفته شعر نبود؟ من الان خودم سرودمش. خیلی خوب باشه، خودت خستی. دیناپلاس سوار بودم و دیدم 126. ناگهان 207 به پارس گفت کیش کیش. برو شام هر جمع مشو ورنه بسوزیم ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادا. آره آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش، این چراغی است که از این خانه به آن خانه برد. دست از سرم چیزه. داداشت هم تک کن، داداشت هم تک کن که این ویدیو رو ببینه. حالت خوش است؟ به این هم میگوی غزل؟ مرتیکه فشل لامپ را روشن مگذار که در روزگاران بد خواهی شوی خار. روز اول رفتنین در سر زلفین تو چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز؟ ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان بردارد خاک بر سرش کنند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند، مشتی دیوانه بر سر کار ماندند. دندان لق را می کشم آخر سر من، هر کیم حرف بزنه هست شلغم. مغز صندقه بیا برو تو حلقم. مگر من شوخی دارم با تو هر دم؟ مهم نیست بیا برو تو حلقم. حروف کم آوردی که مانده ای در مه همش هر دم؟ منو بگو که پول خرجی تو کردم. من ماندم و من در این شب کم کم. ماندی که ماندی اسکل اعظم. میرا ول کن عزیز من. نان نداریم نان بخر برای من. نان نداریم که نداریم، هرچه داشتم خرج میکاپ شد. آرتم دستت گوشیمو برداشتی حله همه چیمو خالی کردی، بعد میگی چی بود پسوردت؟ فکر کردی من 2 تا شاخ دارم از تهران تا لندن، با دوستاتم میری دادم مازاراتی آیفون 17. خریدم با کارت فینال رسیدم، آیفون 17 دارم خیلی دوستش میدارم، میرم با دوستم الی بعدم میرم تو دوبه، از تهران تا لندن پرواز میکنم کم کم. من اصاب ندارم درسته که من پول دارم، سوار یه دونه پرشم اونم از مدل ماکانم، من اصلا حالم ندارم ولی با این اصاف خیلی پول دارم، با این اصاف نباید جیبم خالی کنی. آره من نستی ندارم به تو، خب به آیفونم مغزم رد کردی تو، خب به آیفونم من مخم تا برداشته، خب به آیفونم کارتمو باز این برداشته، خب به آیفونم کارم درسته جیباتو خالی میکنم، کارم درسته مانیکور رو پتیکور کنم، بعدم موهامو اکستیشن رو فکر کنم، بعدم بیام
بیام و با پلی استیشن بازی کنم. دیوونه ای بابا، آره دیوونه ای بابا، پول گیر آوردی دادا شیوامونو خالا کردی حالا. دیوونه ای بابا، تو دیوونه ای بابا، بردار همین الان برو چمدون خونه ای بابا. باشه چی بابا صبر کن، جدی نگفتم. دیوونه ای بابا، آره دیوونه ای بابا، پول گیر آوردی دادا شیوامونو خالا کردی حالا.